ساده ترین روتین روزی که میتونی داشته باشی شامل شوینده، آبرسان و ضد آفتابه. شوینده برای شستشوی پوستت، آبرسان برای تغذیه پوستت و ضد آفتاب برای محافظت از پوستت. ولی اگه بخوای همین روتین رو کامل‌تر کنی، میتونی روتین پایه داشته باشی. روتین پایه چیه؟ بیا استوری بعد برات توضیح میدم. روتین پایه همونطور که از اسمش مشخصه پایه است. توی هر روتینی، اگه روتین درمانی مثل لک، جوش، حالا روتین‌های جوانسازی که داری، روتین پایه هم باید داشته باشی. حالا روتین پایه شامل چیاست؟ از چه محصولاتی باید استفاده بشه؟ روتین پایه شامل شوینده، تونر، سرم آبرسان، کرم آبرسان و ضد آفتابه. پس ما از اینجا متوجه میشیم که آبرسانی پایه همه روتین هاست. پایه همه چیزه. در کل روتین پایه اشاره داره به اینکه آبرسانی پوست چقدر مهمه و همین آبرسانی مرتب باعث میشه که از ایجاد خیلی از عارضه‌ها توی پوستمون جلوگیری بشه. اگه میخوای بدونی از ایجاد چه سری از عارضه‌ها جلوگیری میکنه، استوریای بعدی رو از دست نده.